خونه مادر بزرگ خدا بیامرزم بودم. طبقه بالا اتاق طهرآرا. چشام رو که از هم باز کردم دیدم شب شده و اتاق در تاریکی کامل فرو رفته. بعد از ظهر که رسیدم اونقدر خسته شده بودم که روی تخت خوابم برده بود. اولین کاری که کردم این بود که نگاهی به گوشیم بندازم. چند تماس از دست رفته و پیام از حسین داشتم. آخرین پیامش رو روی صفحه نمایش دیدم. نوشته بود نرگس چرا جواب نمیدی؟ بهش جواب دادم تا خیالش رو راحت کنم و یه وقت فکر نکنه دوباره باش قهر کردم. و بعد از توی آینه اتاق حس کردم چیزی پشت سرم هست. از جام بلند شدم و به تخت نگاه کردم. نور صفحه گوشی رو جلوی خودم نگه داشتم و چند بار به این طرف و اون طرف اتاق نگاه کردم تا مطمئن بشم کسی اونجا نیست. آخر سر هم کلید برق رو زدم. اتاق روشن شد. یه نفس راحتی کشیدم. جز من کسی دیگه اونجا نبود. یه لحظه قلبم گرفت. فکر کردم یه نفر پشت سرم روی تخت نشسته. گلوم خشک شده بود. برای همین از اتاق خارج شدم و به سمت طبقه پایین رفتم تا چند تا لیوان آب بردارم و بخورم. حسابی تشنم بود. طبقه پایین هم حسابی تاریک بود. جز لامپ راهروی ورودی و لامپ آشپزخونه. با احتیاط از پله پایین رفتم. عزیز جان کجا غیبی زده بود؟ همین که وارد آشپزخونه شدم جواب سوالم رو گرفتم. روی در یخچال برگه یادداشتی چسبونده شده بود که روش با ماژیک سیاه نوشته شده بود رفتم تو شهر کمی خورد و خوراک بخرم واسه شام. زود برمیگردم. باورم نمیشد عزیز جان رفته بود و منو توی این خونه قدیم ترسناک تنها گذاشته بود. عزیز جان مراقب مادر بزرگم بود و وقتی مادر بزرگم در قید حیات بود در کارهای خونه کمکش میکرد. اما تا حالا انقدر قدردانش نشده بودم. حالا دیگه حسین مجبور نبود یواشکی وارد خونه بشه. به حسین پیام دادم و شرایط رو براش توضیح دادم. گفتم به جنبه و سری خودش رو برسونه. قرارمون سر ساعت 9 بود. هنوز نیم ساعت مونده بود. اما نباید این فرصت طلایی رو از دست میدادم. بهش گفتم وقتی رسید پیام بده و بعد زنگ خونه رو بزنه تا بیام پای آیفون و در رو براش باز کنم. برگشتم طبقه بالا اتاق طهرآرا. عزیز جان پیشنهاد داده بود اونجا میتونم استراحت کنم و توی حال خودم باشم. بچه که بودم با پسر عموها و دختر عموم قایم باشک بازی میکردیم. به خاطر دارم در اون اتاق معمولا همیشه با قفل بسته بود. مادر بزرگم بهمون میگفت حتی نزدیک اونجا هم نشین. اون اتاق لولو خورخور است و از سر و صدای بچه‌ها بدش میاد و ممکنه عصبانی بشه. حالا که بزرگ شدم و یه سال به کنکورم مونده در اتاق مثل درهای دیگه اون خونه باز مونده. درست از زمانی که مادر بزرگم فوت شده و فامیل هامون فکر و ذکرشون شده ارث خانوادگی. البته اتاق چیزی نداره، فقط یه تخت که جلوش کمد دیواری گذاشتن و روی درش آینه آویزون کردن. روی تخت دراز کشیدم. هندزفری رو گذاشتم توی گوشام و خودم رو با شنیدن آهنگ سرگرم کردم. در این حال منتظر پیام اومدن حسین شدم. ناگهان انگاری که در گوشم زمزمه کرده باشه یاد حرفی افتادم. روی تخت نباید آینه باشه. درسته. معلم فلسفه‌مون کلاس 11 یه بار گفت اجنه و دیگه موجودات ماورا از طریق آینه میتونن با جهان ما ارتباط برقرار کنن. به خصوص شبها. برای همین نباید موقع خواب جلوی تختمون آینه باشه. اگر لختم باشیم ممکنه بهمون هوس کنن. او روز سر کلاسش حسابی خندیده بودیم. آدما برای ترسوندن مردم چه حرفا که نمیگن. اما نمیدونم چرا الان پیشونیم خیس عرق شده بود و گوشام داشتن داغ میشدن. شاید چون جسکو و تپه چیز دیگه اطرافم نبود. کمی مضطرب شدم. سرخورده و افتاده بودم. یه ثانیه هم نگذشته بود که فکری وحشتناکتر به ذهنم هجوم برد. گفته بودن مادر بزرگم از پله سر خورده بود و افتاده بود. اما امکان داشت کسی از قصد اون رو از پله هل داده باشه پایین و گردنش رو شکسته باشه. سرم رو به چپ و راست تکون دادم تا این افکار زشت و آزاردهنده رو از ذهنم بیرون کنم و بلند شدم پنجره رو باز کردم تا کمی هوای خنک وارد بشه. اون بیرون توی باغ خونه لابلای درخت‌ها دیدمش. بین 2 درخت ایستاده بود و به دیوار خونه داشت زل میزد. دیواری که درست زیر سرم بود. چهرش رو ندیدم. کلاه بزرگ کاپشنش رو سرش کرده بود. از سر تا پا هم سیاه پوشیده بود. اگر به خاطر نور تیر چراغ برق نبود شاید اصلا متوجهش نشده بودم. همین موقع گوشی صدا داد. یک پیام جدید.
از پنجره کنار رفتم و به سمت تخت خیز برداشتم. پیام از طرف حسین بود. نوشته بود تصادف کردم. ماشین از پشت به موتور زده. شاید یکم دیر برسم. گندش بزنن. در حالت عادی حالش رو ازش میپرسیدم که یهو صدای بازو بسته شدن در از طبقه پایین اومد. مطمئن بودم صداش رو شنیدم چون بعدش صدای دیگه اومد. قلبم ریخت و بعد زدم زیر خنده. صاحب صدا رو میشناختم. عزیز جان بود. روی تخت ولو شدم و یه عالمه خندیدم. تا حالا از اینکه خونه باشه انقدر خوشحال و احساس آسودگی نکرده بودم. میخواستم از تخت بپرم پایین و برم محکم بغلش کنم که صدای قدم‌های پا اومد. فکر کردم عزیز جان خودش اومده پیشم. برای همین سرم رو به سمت در چرخوندم و چهرش رو دیدم. موجودی که از بدترین کابوس هم بیرون اومده باشه درست جلوی من ایستاده بود. دهنم باز مونده بود. نمیتونستم حرفی بزنم، چه برسه به اینکه فریاد بزنم. خشکم زده بود. انگار از توی تخت دو دست اومده باشن بیرون و دستام رو به تخت قفل کرده باشن. اون موجود همونطور که بر نگاه میکرد گفت میبخشید، اون تخت خواب منه. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. عشق منید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.